آدما هیچ ربطی به مسائل جنسی نداره. معمولش اینه که ما وقتی برهنه هستیم یعنی دیگران میتونن باطن ما و نه ظاهر ما رو ببینن. یعنی علاوه بر ظاهر باطنمون هم میبینن. یعنی اگر من خواب ببینم که یه جایی برهنه هستم، یعنی دیگران میبینن که خلاصه این طرف چیه. میتونه به معنی آسیب پذیری هم باشه. اگر من برهنه باشم امکان این که بلای سرم بیاد میتونه زیاد بشه. امتحان دادن باید تفسیر بشه. اگر واقعا دانشجو هستید خب امتحان خود امتحانه. اما اگر دوران درس خوندنتون گذشته و حالا میخواید امتحان بدید تو خواب، این امتحان چیه؟ چه جور امتحانیه؟ خیلی وقتا امتحان الهیه برای بعضیا. خداوند منو داره در یه زمینه‌ای آزمایش میکنه. مثلا برای من خیلی وقتا اینجوریه. و اگه خواب ببینم که رد شدم تو امتحان، افتادن دندون که گفتم اینم خواب متداولیه که اول به صورت عینی بررسی بشه و بعدش هم اگه لازمه دکتر بریم. اگه اینا نبود چی؟ دندون برای شما به چه معنیه؟ برای من وسیله جویدنه، وسیله گاز زدنه، وسیله خوردن روزیه و شاید معنیش این باشه که اون چه که سهم من بوده رو نمیتونم بخورم. از دست دادن پول یا چیزای با ارزش، پولی گم میکنی، لزوما پول نیست. باز دوباره اول عینی بگیریدش. این جیبتون سوراخ نیست، کیفتون قفلش چفت و بست درست حسابی داره یا نه. اگه اینا نیست ببینید که چه چیز با ارزشی رو دارید تو زندگی از دست میدید. و برعکسش پیدا کردن پول یا چیزای با ارزش، چه چیز با ارزشی رو دارید تو زندگی به دست میارید. گاهی وقتا یه خورده پیچیده تر میشه قضیه. حالا پله پله داریم جلو میریم دیگه. 2 کلمه ایهام داره، یه جورایی نه خیلی راحت به هم مربوطن. مثلا من خواب میبینم یه افسر آلمان نازی رو، این افسر نازی برای من میتونه نازی خانومی رو که آشنا هست تداعی کنه. این نازی خانوم شده افسر آلمانی. یه خورده تداعیش همچین پیچیده است و بایستی یه خورده بیشتر دقت کنید روش. قلب شکسته، یه قلب میبینم که شکسته. این میتونه به معنی این باشه که قلب مشکل داره و بایستی جراحی بشه. ببینید برای آدمای مختلف چجوری تعبیر میشه. باید خودشونم البته بپذیرن. یا سایه ماه افتاده یه جایی، من دارم میرم میبینم که نور ماه در زیر مهتاب میرم و نور ماه افتاده یه جایی، سایه کرده یه جایی. سایه ماه مهسا رو به یاد من میاره. یا یکی از دوستام زنگ زده بود و میگفتش که خواب دیدم که یه کسی اومده بچه منو دزدیده و البته بچهش سر حال سالم، هیچ مشکلی هم نداشت و احتمال اینکه حالا دزدیده بشم بعید بود. ایشون یه کسب و کاری داشت و داشت با یه کسی شریک میشد. این خواب براش هشدار بود. اون کسب و کار براش مثل بچهش بود، چون اونو از صفر به وجود آورده بود و حالا یه حسی که اومده بود میخواست باهاش شریک بشه و اینو رشد بده و این طرف میترسید که اون آقا بیاد بچه‌شو یعنی کسب و کارشو ازش بگیره یا بدزده. حالا اگه اینایی که تا حالا بهتون گفتم جواب ندادن، برین سراغ این که همه این تصویرها یا شخصیت‌هایی که تو خواب دیدیم اینا جنبه‌هایی از شخصیت ما هستند. مثلا من یه خواب می‌بینم که توی یه محیطی هستم، میخوام خونه‌ای بگیرم، بخرم.
2 تا خونه به هم معرفی کردن. یه خونه بالای تپه است، یه خونه کنار دریاست. یه دریاییه و تپه‌ای و بالای تپه یه خونه، پایین دم دریا هم یه خونه دیگه. و من موندم که حالا چی کار کنم، کدومشون رو انتخاب کنم. میتونیم اینجوری برخورد کنیم. میگم که معنیش چیه؟ خونه بالای تپه چه معنی داره؟ تپه چه معنی داره؟ و خونه لب دریا چه معنی داره؟ یا خود دریا چه معنی داره؟ از نظر من تپه یا خونه بالای تپه مشرف به دور و برشه، دید خوبی داره، بالای باد میاد. خونه کنار دریا یا خود دریا آرامش برام تداعی میکنه. خونه کنار دریا اینه که آدم میتونه بشینه کنار دریا و آروم باشه و راحت باشه و اینا. و حالا من در اون خواب بایستی بین یکی از این 2 تا انتخاب کنم. اون بالا رو انتخاب کنم، اوج گرفتن رو، بالای اوج، یا این پایین آرامش رو. میتونه به معنی زندگی و کارم باشه. تو زندگی میخوام اوج بگیرم، کارم رو گسترش بدم، یا اینکه بشینم یه گوشه‌ای و آروم باشم. این تعارض منه، برای اینکه نشون میده فکر من 2 شاخص، نمیدونم که کدومشون رو باید انتخاب کنم. تعبیر خیلی مشخصی داره و برای منم کاملا قابل پذیرشه. وقتی خواب میبینم که 2 تا خونه است کنار دریا و بالای کوه، کدومشون رو باید انتخاب کنم و نمیتونم تصمیم بگیرم، یعنی که موندم که تو زندگیم آرامش رو انتخاب کنم یا اینکه بچسبم به کارم و کارم رو حسابی گسترش بدم. اگر بازم نشد، میتونیم قصه خواب رو ادامه بدیم. یعنی اینکه خود من میام وای میستم، میگم که این خونه بالای تپه، اونم خونه لب دریا. خب حالا شما 2 تا با هم حرف بزنید، هر دوش هم خودم. اما من از طرف خونه بالای تپه حرف میزنم که مثلا من میخوام این بالا باشم، میخوام همه چی رو ببینم، میخوام